سلام علیکم برادر. دو پوچه دو کلا دوری کورت میچکو میره چیه بود خیلی قرنی کشته؟ جا بیا؟ خیلی جا فایمو مو سرگولیه در کتک میچکو میکنی بچه چیگه پایین؟ چیگه پایین؟ جا مرد میدونی قطعی کی داده بود سرم تو پرتو سام ها دیا برجا دام کتک مو میره میچی فهمیدی کی تو کجا قهرنگی میکنی ها؟ زایره او شامزه اخلاقو چا بود قبل دوستان خب دایجان بچه شیمت بود کده بخی نه داشته بوش نبودم اکر نرا پیشون خیلی خدای نمیشه تنجی بود دوست رفتی اکر جان نه دارم گشنم خدای باف اینه برادرو پیداتون کدم ما اینه را پوش خیلی خدای باف پوش نه تو چی نکر بود پیشی وای رفتی بچه اکر سون ندارم نمیدونم چیکار کنم دیگه گشنم آدم پول گفتش نه گفتش در کرد او خیلی یا بالون بکنیم میبون با تسترک روی میکنیم او ما اگه قبل نیست ما بایسیوس میکنیم روی میکنیم در سلام علیکم سازی برداتون سلامتی و سازه همه طرف نیستیم یک کارو چیاب تب نمیشه دیگه مملکت با ما بسید همین یک بردات بردات چند فرمه دوشتم یک اقدام میکنیم نداری سلام علیکم سازی برداتون سلامتی و سازه همه طرف نیستیم یک کارو چیاب تب نمیشه دیگه مملکت با ما بسید یک دودار کارو چیاب مملکت سنده هم چند فرمه شده من نداریم من بخش اخدو کسی را زنگ نزنی سون ندارن اگه جو سون بیرون
ای خدا همه مشکلی را آسان گردان. سلام علیکم دوستان، چی خیر؟ نازی سازی شناختی مرا؟ نه نشناختم. چی خیر نشناختی؟ یک بار ناز بین. نه در یادداری یک سال پیش نیمی شب در همین جایی که ما نشستیم همین جا بود. یک شب همین جا خواب بودم، با نزد بچه ها رفتم نام پرسیدم، هیچ کس نام نداد. خودت از وای طرف آمدی با من یاردم دادی. چی خیلی دعوت نداری برادر؟ همه روز لباس هایت دادی، پول دادی به من، مهربانی تا یاد نبرآوردم. یک سال پیش گفتی؟ یک سال پیش در همین جا. شناختم برادرم. توفلی، بروک، لباس همه چی خدا با شکر دارم. با نزدیکی خاندار میشم. اکا همین نزدیکی در یک حجره گرفتگیم. خودت برادر یکان پرابلم داری؟ پرابلم را نپرس برادر. پرابلم بالای پرابلم. راستی گپ برادر، دادرم کسل شدگی. اسم زنگ میزنم سو میپرسم یا اون کسی یاردم داده نمیتونه. چی دوست دارم همش زنگ زدم، همش ندارم گفتیسن. همون روز که تو برادر به ما یاردم دادی هیچ وقت یادم نمیبرم. من این کارت را گیر برادر، چند پولی که در کار است. نه در کار نیست برادر. این از یک جهت پولی تو هم هست. اون یکی که تو به من کردی برادر، من هیچ وقت از یاد نمیبرم. رفته به برادرت یاردم رسون. خیر برادر، در خیر پناه رحمت خدا کن باشی. برادر. خدایا چی برادر داشتم زنگ زدم یگان تاش یاردم نکرد. امروز که اومده یک ناشناس گرفته یاردم کرد. الحمدلله. خدایا تو در حقیقت رحمان رحیم هستی. ای خدا همه مشکلی را آسان گردان.